السلام علیکم هموطنان عزیز، زنده سلامت و خانواده سربلند باشید. باش گفتم که این سوالهایی که هست که میتونن که زیادتی آدما ما باید از این سوالاتی کنار جویی کنیم. برای چی؟ برای که ما باید فرق کنیم مسلمان ها از غیر مسلمان ها. خاصه با عرف و عاداتمون، با چی میگن گپمون، با اخلاقمون، با رفتارمون، با گپ زنیمون، با چی میگن حرکت هایمون. وقتی که مثلا سوالهایی که شخصی میتیم یا که سوالهایی که با آدم معقول نیست میتیم، این از چی میگن از ما نیست، از عادت ما مسلمان نیست، از عادت ما تاجیکان هم نیست. پدر و مادری من تاجیک بودن و یا مثلا که قرآن نمیفهمیدن، لیکن فعل عادت نداشتن. از عادت ما تاجیکان هم نیستیم که در چی میگن عزت نفس یک کس رسیدن و یک کس چی میگن سوالهای که آدم معقول نیست، سوالهای زیادتی چی میگن دخالتی کنیم شخصی. زرستی شناس من دیدم مختلف سلام داد. خب برای همین چی میکنیم؟ ما باید فرق کنیم از غیر مسلمان ها. فرق که نکنیم با کجا میمونه دیگه مسلمانی ما استغفر غیر چیز مسلمانی اونها. ما باید که فرق کنیم از ما بین زمین و آسمان. هم خسته ما فرق کنیم با گپ زنیمون، با رفتارمون، با معامله خوبمون، با مثلا که سوالهای زیادتی ندادن و به عزت نفس انسان نرسیدن. انسان مثلا وقتی که ویدیو که دسته دندانش مثلا شکستگی، دندانش بین دندانش کشیدگی، مثلا که دندان بالاگیش безебе پایانش بالاش безебе биниш калонай мисол қошош ранг кардагӣ, қошош краска кардагӣ, қошош чиндагӣ, қошош чӣ хела инсонҳо. амир раҳмати модари ман мегуфт ки як хел одамеро ки бисёр гуфти ку баъд гапа нафаҳмид, ба як ки фаҳмиде ки ҳама одам мефаҳмидагӣ шуда будон ки қиёмат наздик шуда. ака мақсади гап ман ина ки ҳамин инсонҳое ки намефаҳманд ба фаҳмидан қариби қиёмат наздик шуда намешуда бошанд. برای که مادر رحمتی من مقصد گپش این بود که انسانی که نمیفهمیدگی نمیفهمه، از دنیا نفهمیده میره. رحمتی مادر من خیلی میگفت انسانی نمیفهمیدگی که گفتی یک نفهمیدی باید که گفتی اینو فهمیدم گپی شما را این بدون که قیمت نزدیک شده. اگه گپی نگاه کنی این شوخی آمیزه، شوخی خندقه، یعنی که معنی داره میخنیسته. انسانی نمیفهمیده نمیرانه که گپ حق است. مادر رحمتی گفته بودن یکی ما باید که مسلمان ها باید که از غیر مسلمان ها فرق کنیم. با چی میگم جای ما شمالک میویه طرف چی میگم طرف شماله غربه شرقه. برای همین من همچون مادروار، همچون اپا، همچون خواهر کسی میشم. کلمتون اپا میشم، کلام از شما. من نه اپریل 54 ساله میشم خدا خیر ان شاء الله. در ماه اپریل 54 اپریل میکنیم ان شاء الله 55 قدم میمونیم. قدمی تو اپا میشم، همچون اپا شما را مثلا نصیحت میکنم. قدمی تو خواهر میشم، همچون خواهر گفت مرا التماس قبول کنید. قدمی تو مادر برابر مادرتون باشم، همچون مادروار شما نصیحت میکنم. قدمی تو بیبی باشم، بیبی وار مثلا به شما وای میکنم. نبیره مثلا کسی که نبیره دستین سال نبیره باشه، مرا گوش کسی باشه بچه‌کیش ترکیش. التماس رفتارهای آدمای دیگه را نگیریم. تقلید کاری در کار نیسته. تقلید کاری چیه خوبم نیسته، برعکس کاری بده. هم خسته تقلید کاری میکنه مثلا چیزی که در دین ما نیسته، در عرف عادت ما نیسته. چی در کار؟ ما خود تاریخ کهن داریم. گفتی سخنهای جناب عالی پیشوای ملت رئیس جمهور امام رحمان، محترم امام رحمان، میگن که در رفتار در چند روز در ویدیو تماشا کردم، ما تاریخ کهن داریم. ما همین قدر فرهنگ بای داریم. در یگان فرهنگ تاریخ ما اومدگی نیست که ما یک ملتی غیر تاجیک پیروی کنیم. ما هم تاجیک هستیم، تاجیک میمونیم. ما در گجایی که نباشیم ما را هیچ وقت نمیگن که تو هم چیزی مایی، هم شهری هستی. ما در چی میگن کیهان هم که بریم در اونجا میگن که تو در تاجیکا مانندی. بله تاجیکا در مانند تاجیک ملت با همون چیزش میشناسن، تاریخش. یک چی گفتگی که شاعری روس لامانوسو گفتگی لیرمانتر در یاد نیستن که گپش در یادش هست که کسی گذشتهش رو نداند آیندهش رو ساخته نمیتواند. ما اگر تاریخ گذشتگان خود رو ندانیم که ما آینده خود رو
بینا کردن نمیتونیم، بنیاد کردن نمیتونیم. برای ما باید بدونیم که بابای ما کی بود، بیبی ما کی بود، چگونه رفتار میکردن، پدر مادر ما چگونه ما رو تربیت دادن و ملت ما چگونه رفتار داره. هیچگاه هم آدمایی که غیر تاجیکو پیروی چیزی ما میکنن، فرهنگی ما میکنن نمیکنن، پیروی از عرف و عادت ما میکنن نمیکنن. پس چرا ما پیروی از عرف و عادت چی میگن فرهنگ دیگر رو کنیم؟ ما باید که دین خودمون استوار باشیم، فرهنگ چی میگن عرف و عادت خودمون رو باید که چی کنیم، حمایت کنیم، پاس داریم. بله، پیروی یک چیز دیگه که در کار نیسته. تاجیکونا باید باشیم، تاجیک بمونیم. هم خسته تاجیک بمونه که ما بسیار تاریخ بوی داریم، فرهنگی بوی به قوت داریم. بله، من چقدر گفتم در ویدیوم که علم ها اولین علم های کدام علمی که در دنیا، کدام علمی که یکم اختراع کننده این فارسی زبان است، تاجیک است. در گوشتون خوش رو بگیرن که در کدام ساحه‌ای که نباشد اولین علمی که پیدا میشد، که خود در ساحه تفسیر قرآن باشد، حدیث باشد، یا که فیزیک، شیمی، کدام فنی که نباشد، که گیوگرافیا، الگبرا، در کدام فنی که نباشد، در کدام کسب هنری روی دنیا نباشد، که مثال اولین علمی که مثال به دنیا چی میگن اختراع کرده است، یکم قدم مونده است، اولین شده همون چی میگن کشف کرده است، همون چرا اساس ساخته است، اساس گذارش فارسی زبانه. بله، اول ابن سینا، امام بخاری، امام ابو حنیفه، ابن کثیر، ابن سیرین، با کدامش رو گوش بدی؟ سیبوی. اینا در ویدیو گفتم که نموش داشتم گفتم من. النسائی، ترمذی، ابن ماجه، ابو داوود، ترمذی، همه اینا فارسی زبان بودن. ببین در همه سوها اینا هستن، در همه سوها. در کدام سوهایی که نباشه اولین علمی که مثلا که کشف میکنه، اختراع میکنه، این فارسی زبان ها بودن و هستن هایی و باید که باشیم در آینده. این شما از شما بسته در جوانان. شما اگر خواهین همین میشد آینده ملت. گفتی سخنهای جناب عالی پیشوای ملت محترم رئیس جمهور امامی رحمان، جوانان آینده ملت هستین. پس بگیرین چی میگن عبرت و فخر کنین با دین خودتون و با ملت خودتون، فرهنگ خودتون، تاریخ خودتون و پیش قدم مونین که با معلومات و با علم گرفتن. خیلی با گپ قطعی نه، معلومات میگیرین، حرکت میکنین و پیش میروین، پیشروی میشوه، زور میشوه. این ندارم شما.